نمیدادی چطور میشد؟ این همه آدم روی کره زمین خلق میکنی، یکیشان به من مرحمت میکردی. 10 سال از عروسی ما میگذره، من بدبخت فقط باید صدای بچه همسایه رو بشنوم. آخه منم دلم بچه میخواد، منم دلم میخواد بچم هر شب برام گریه کنی، بلند شم شیرش بدم، منو مامان صدا کنی. آخه من چرا نباید بچه دار بشم؟ من چرا نباید بچه دار بشم؟ چرا؟ چی بود؟ من بچه میخوام. دم سوی بچه از کجا بیارم؟ این همه مردم از کجا میارن؟ جایی که من و تو ارزش نداریم. لا باز شروع. حاضرم تمام زندگیمو بدم، خدا یه بچه کوچولو بهم بده. منم حاضرم تمام خونه و زندگی و سرمایه بدم، خدا یه مسخال بشه بهم بده. تو که میدونی خودمونو بکشیم نمیشه. این حرفا چیه؟ من و تو یک کدوم عیب داریم؟ منو که نمیذاری برم پیش دکتر خودمو نشون بدم، لااقل خودتو برو نشون بده. من پیش دکتر نمیرم، خجالت میکشم. تو پیش یه دکتر مرد میری، این که خجالت نداری. اتفاقا من از دکتر مرد خجالت میکشم. شوخی نکن محمود، تو باید حتما بری پیش دکتر. آخه با این هیکل برم پیش دکتر بگم عیب دارم؟ آره برو بگو من بچه‌م نمیشه. لا از کجا معلوم که تو بچت نمیشه؟ تو که نمیذاری من برم پیش دکتر، لااقل خودت برو. آره اون همین فرداست که تو کوچه و محل پر میشه که محمود آقا نامرد است. اصلا ما نمیتونیم بدون بچه خوشبخت باشیم. چرا؟ ما همیشه خوشبختیم، اما نمیدونی مردم هر دفعه منو میبینن چی میگن؟ مردم غلط میکنن. وقتی خدا به ما بچه نمیده مردم سننم. به مردم چه مربوطه است؟ مگه فضول ما هستن؟ محمود جون، حالا که نمیذاری من برم دکتر، تو رو خدا خودت برو یه آزمایش بکن. خیلی خوب میرم، فردا میرم. قربون تو برم، پس بلند شو. این موقع شب دکترها خودشون دارن آزمایش میکنن. فعلا بیا خودمون یه آزمایش دیگه بکنیم ببینیم چی تا میشه. یه زیر ببینم. رجب بالاخره کی میری اصفهان زنده بیاری؟ والا خیلی دلم میخواد همین حالا برم بیارمشو صبح به صبح هم یه نیمروی بخوریم. اما آقا کاری ما یه دوتا اشکال داره. باز کنایه زدی؟ من صبح به صبح نیمروی بخورم که سستی زانوام از بین بره. میدونم آقا، تخم مرغ خیلی خاصیت داره، اما موزم خوب چیزیه سا. بالاخره میری اصفهان زنده بیاری یا نه؟ آخه آقا چجوری بیارمش؟ اولندش هنوز به سنی قانونی نرسیده است که بتونم عقدی رسمیش بکنم. دومندشم من نمیذارم بره، برای اینکه اگه بره من دست تنها چجوری میتونم این خونه رو اداره کنم؟ آخه این رجب بیچاره‌ام که نمیتونه اینجا تنها زندگی بکنه. درست زن عقدش نیست، اما صیغه که خونده است بهش حلال است. اجازه بده یه هفته بره خود نیمروی اصلا بیاردش اینجا. فقط 2 روز میتونه بره. خانم 2 روز که فایده ای نداره، یه روزش میرم یه روزش هم برمیگردم. پس من با زنم چجوری به قول آقا نیمرونو بخوریم و اینا؟ والا خیلی خوب، میگم یه هفته بری و برگرد. ماشو تمیز کردی؟ بله آقا صبح زود، اما ماشاءالله از بس دیر از خواب بیدار میشین لابد باز چرک شده است. آقا به چه مدرسه؟ یه ساعت پیش رفتن مدرسه. ما مگه بچه داشتیم صبح زود بیدار میشدیم؟ خیلی خوب میرم آزمایش. محمود جون قول میدی بری دکتر؟ آره جونی تو. اول یه سری به نمایشگاه میزنم بعدم میرم دکتر. میخواد زور که میایی با چنته پر بیای خونه. انشالله، بلکه هم با شکم پر اومدم. انشالله. سلام علیکم آقای پستچین. آقا رجب شما این یه نامه از اصفهان داری. زنم است. فرستندش خدیجه سلطانه. اوه پس مالی مادر زنم است. ببخشین 5000 هم ندارم. ما انعامی نیستیم. خواهش میکنم. ببخشین. اوه سر پیچ بوق بزن عمو. مشکازم سلام. دست شما درد نکنه. خوش آمدی داداش. مادر زنم برام کاغذ داده است. خدا میدونه توش چی نوشته. نخونده معلومه چی نوشته. 1 میلیون فوش نثارت. آره راستم میگو. ببینم خرجی واسه شون فرستادی. چند وقت پیش براشون 200 تومن پول فرستادم. هنوز یه اما نشده. آخه 200 تومنم پوله. زنی صیغه بیشتر از این نمیارزه. هر وقت عقدش کردم و رسمیش کردم قیمتش برم بالا.
مادر زنت نوشته رجب، یا بیا دست زن بچه تو بگی وردا برو، یا میدونم چی کار کنم. مردم آزاری هم حدی داره. من دیگه نمیتونم از زن و بچه تو به هیچ وجه نگهداری کنم. دختر منو سیغه کردی، یه بچم رو دستش گذاشتی و رفتی. اگر نیایی و وضعشو روشن نکنی، هر چی دیدی از چش خودت دیدی. خلاصه اگه امروز فردا نیایی زن و بچه تو وضعشون رو معلوم نکنی، اون چنون بلایی به سرت میارم که تا عمر داری یادت نره. چی داری بود؟ خب چرا نمیری دست زن و بچه تو بگیری بیاریشون تیرون؟ لا اله الا الله مشکازم، تو که میدونی دلم طاقت بیارت زن و بچه ما وردارم بیارم تو این خونه. آخه خدا رو خوش نمیاد. خانم بیچارم هر وقت چشش به یه بچه میفته تا هوری اشکش میریزد پایین. به خاطر این موضوع است که منم اصلا به خانم آقا نگفتم که بچه دار شدم. فقط تو هستی که میدونی من بچه دارم، الا اونا که نمیدونن. این بیچارام حتی اسم زنی منم نمیدونن چیه. خب پس برو بیارشون تیرون، یه خونه براشون اجاره کن، این که ایراد نداره. مورچه چیه که کله پاچش باشد. حقوقی من به جایی نمیرسد، تازه بیام اجاره خونم بدم، اونم تو تهرون. محمود آقا بهم یه هفته مرخصی داده است برم اصفهان تکلیفم رو روشن کنم و برگردم. فعلا خداحافظ مشکل. به سلامت. حسین بیا بشین قلمه رو برای آقا بنویس. بدو. امیر هر چی سراغ من گیره بگو یکی دو ساعت دیگه میرم دکتر رو برمیگردم. خدا بدن آقا. آپاندیس هم چهر خوردس میرم بکشم. آپاندیس رو بکشی؟ چیز دندونم چهر خوردس میرم بکشم. 20 تومن میشه. بفرمایید. بعد یه هفته دیگه تشریف بیارید. نمیشه زودتر بیارید. اگه میشد که حرفی نداشتیم. بفرمایید. ما مردیم قربونت برم. انشالله. خانم نوبت ما چه وقت است؟ فعلا نمره 7 رفته تو. مال من نمره 8 خیلی خب بعد شمایی دیگه. خب خودم میدونستم. سلام میدی. سلام خانم. سلام. خب نتیجه گرفتین؟ چه نتیجه ای؟ هر رای آقای دکتر پیشنهاد میکنه شوهرم قبول نمیکنه. بی انصاف جلو خودش هم که نمیتونه بگیره، همش بچه میخواد. نمیتونم. من سال یکی دو تا بچه از تو میخوام. تو هم نمیتونی از زیرش در بری. من میذارم یا آقای دکتر تو زندگی ما دخالت بکنه. من با تو عروسی کردم که مرتب واسم بذاری، میفهمی؟ باز بذاری. میزونمه. آخه آقا جون یه رحمی به خانم بیچارت بکن. خانم جوون نمیکنم زندگی ما زن و شوهر به شما ارتباطی داشته. من زن گرفتم فقط واسه بچه زاییدن. پس می‌خواستی با یه ماشین جوجه کشی عروسی کنی؟ خودت برو عروسی کن. آقا ازش بپرسین من بعد چند تا براش بذارم. آقا خانم باید چند تا براش؟ این فضولیا به شما نیومده. راست میگی والا. خانم چقدر میشه؟ 80 تومن. به خیالت هنر کردی 9 تا واسم بچه زاییدی. جلو گربه بذاری قهر میکنه. همش 9 تا نگاه کن. بیشتر از این نمیتونم بچه تحویلت بدم. دیگه هم نمیذارم بیای تو اتاق. در روت میبندی؟ درو میشکنم میام تو ببینم چه جوری نمیذاری. به تو چه مربوطه زن؟ شاید من خواستم یه کودکستان درست کنم. یالا بریم بچه‌ها. یالا. مریم، مینا، مژگان، مسعود، پیمان، رضا، علی، یالا مثلا کنی بجنبی بیفتی جلو. یالا. علی جون، مریم جون، بدو. کسی رو جا نداشتین؟ کسی جا نمون؟ انگار منو جا گذاشتی. بهتر که جات گذاشتن. نمره 8. آقا جون با شما هستم. نمره 8. نمره 8؟ مگه نمره شما 8 نیست؟ چرا 8 نیست؟ پس چرا جواب نمیدی؟ حواسم تو 8 نوتا بود. 8 نوتا به چه؟ راستی خانم چرا بعض وقتا کار خدا اینجوریه؟ چه جوریه؟ هیچی. یکی به اضافه 8 نوتا، یکی مثل من منهای 8 نوتا. پس شما نه نامرد نیستم. میخوام برم پیش دکتر، بلکه خدا یکی از اینا رو به من بده. البته 8 تا نه. من دارم 10 به در دنبال یکیش میگردم اما خدا بهم نمیده. شما بچه دار نمیشین یا خانمتون؟ منظورم اینه که عیب از طرف شماست یا از طرف خانم؟ برای همین اومدم خدمت شما. 10 سال عروس کردیم اما هنوز بچه دار نشدیم. ببینم نمیتونید؟ چرا؟ خیلی هم خوب. اما خب اما چی؟ ناراحتی از طرف خانمتونه؟ چی عرض کنم؟ قبلا به دکتر مراجعه کردین؟ نه خجالت میکشیدم. خجالت؟ پس لابد نه مثل همه طبیعی است. بفرمایین شلوارتون رو در بیارین رو تخت بخوابین معاینه کنم. من که عیبی ندارم آقای دکتر. پس برای چی اومدین اینجا؟ اومدم ببینم چه عیبی دارم. بنابراین در بیارین رو تخت بخوابین تا آزمایشتون کنم. باید حتما درارم؟ حتما. خیلی خوب الان در میارم.
سابقه دعوا با کسی ندارین؟ جز با زنم با کستیه نه. با زنتون؟ بله، غیر از شبای جمعه بقیه شبا همش با هم دعوامونه. علت دعواتون چیه؟ هیچی، همینقدر که هوا تاریک میشه ضعیفه هوس بچه میکنه. این دعواها مهم نیست. منظورم دعواییه که به کمر یا به وسط پاتون خدایی نکرده ضربه چیزی وارد شده باشه. والا بچگیام دعوا کرده هم، فوتبال موتبال و این چیزام زیاد کردم، فولم کردم، اما یادم نمیاد چیزی به جنگ وارد شده باشه. ببینید آقا، شما ظاهرا سالم هستید و هیچ عیبی هم ندارین. پس چرا نمیشید؟ خب ممکنه عیب از خانومتون باشه. ایشون هم باید آزمایش بشن. نه دیگه منزل آزمایشی نیست. دکتر که محرمه آقا. به من محرم بودید کافی است. میلتونه؟ من 2 تا آزمایش برای شما نوشتم. ببرین آزمایشگاه، نتیجهشو بیارین تا بعد دستور بدین. چشم آقا. خواهش میکنم. خداحافظ شما. خانم رفعت، چه فرمایشی داری؟ سلام علیکم. والا من میخوام بچه دار بشم، گفتم بیام خدمت شما. اسمتون چیه؟ محمود درستکار امینزاده اصفهانی، فرد مطلق. چه اسم دور و درازی. شما که ماشاءالله اسم به این بلندی دارین، قوی هم که هستین، پس چرا لابد؟ نه خیلی بی‌عرضه نیستم. اگه آزمایش بکنین بدون ثابت میشه. خیلی خوب، امیدوارم بعد از آزمایش صحیح و سالم باشین. بفرمایید این لیوانو بگیرین برین تو راهرو اتاق اول. تو راهرو اتاق اول. با لیوان چیکار بکنم؟ بایستی اسپرم شما آزمایش بشه. تنهایی میتونی؟ معلومه که نمیتونم. شما بیاین کمکم بکنید. این کار مربوط به زن شماست. برین اونو بیارین کمکتون کنه. 2 ساعت برم خونه زنم بعدم بیام اینجا. پس شما اینجا وایسادی برای چی؟ گفتم اسپرم شما باید آزمایش بشه. اشپل چیه من که نمیفهمم. چه جوری حالیش کنم؟ فهمیدم خواهر. بچه زودتر نگفتین. آخه عزیز من چه جوری حالیتون کنم؟ زودتر برین خونه خانمتون رو بیاری. حالا نمیشه منزل نیارم اینجا همونجا تو خونه؟ امشب هم که شب جمعه است. نه خیر، باید تازه باشه. چی باید تازه باشه؟ نمیدونم، اسپل اسمال اسهال، چه میدونم بابا. تو خیال میکنه بشه درست کردن به این آسونی هاست؟ چادر سر کن بریم آزمایشگاه تا بفهمه چیه. یالا بره. بله قربون شما. خب پس خانمتون رو آوردیم. بله. بفرمایید این لیوانو بگیریم بریم تو راهرو اتاق اول. واسه چی؟ هیچی، باید بریم بستنی بخوریم. بخش آقای دکتر، بله. ما باید این تای راهرو اتاق اول کجا باید بریم؟ بفرمایید تو این اتاق. اینا با لیوان رفتن تو اتاق واسه چی؟ از من و تو دیگه گذشته. برو. حالا اینجا باید چیکار کنی؟ لخ شد باید بگم باید چیکار بکنی. اوا خدا مرگم بده. آخه واسه چی لخ بشم؟ همون غلطایی که شب جمعه تو خونه میکنیم باید اینجا هم بکنیم. یالا دیگه. آخه چرا اینجا؟ چرا وایسادی؟ یالا بخواب. حالا چی شده اینقدر جوش آوردی؟ پس فردا صبح بیاین نتیجهشو بگیریم. لا بعد همه زحمت تازه پس فردا بیا نتیجهشو بگیریم. نمیشه همین حالا به ما بگیم میشه. این چجوری داره به ما نگاه میکنه؟ خیلی خوب پس فردا میاییم. هی واسه یه بچه ناقابل ما رو مثل توپ فوتبال این ور اون ور بفرستا. برو بریم. اگه پس فردا منو بچه دار نکنیم پرویز جون. پرویز جون مژده بده. چیه؟ مژده بده، نتیجه رو گرفتمش. شیری یا روبا؟ تو که خودت میدونی من همیشه شیر بودم. دکتر گفت سالمی. مردم اینم جوابش. این سند باید نگردم تا همه بدونن مردم. خب الحمدلله که تو سالمی. قصه نخور عزیزم. میبرمت خارجه معالجه کنم تو هم سالم بشی. مگه دکترای خودمون چه عیبی دارن که بریم خارجه؟ عیبی ندارن، اما خارج کسی ما رو نمیشناسه، اونجا بهترست. این حرفا چیه؟ دکتر محرمی. درسته، دکترها همینو گفت. اما پدر من در آورد از بس دستمالیم کرد. وای به اینکه بخواد تو رو معاینه کنه. دکتره، چه خارجی چه ایرونی، باید بالاخره لخ بشم. تو غلط بکنه لخ بشی.
پیش هر دکتر بری فقط باید مچ پاتو لخ بکنه. این حرفا چیه که تو میزنی؟ بچه که از مچ پا نمیاد. اگه خدا بخواد از نوک انگشتم میاد. آقا اگه به چه دومون بیرون ما رو مرخصه میکنی بریم اصفهان. رجبی میخواد بره اصفهان. آقا اگه دستتون بنده است من مزاحمتون نشم. سلام. خب رجب میخوای بری؟ بله اومدم خداحافظی کنم و بگم آقا ما رو حلالمون کنین. بریم و برگردیم. به سلامت برو. یه هفته بیشتر طول نکشه. نه خیر جونی شما. تا چشتونو به هم بذارین من رفتم و برگشتم. زنتو با خودت بیار دست خالی نیا اینجا. ان به سلامتی میرم و برمیگردم با دستی پرم میام ان چشم. حتما بیارش برای که من و خانمم یکی دو هفته دیگه میخوایم بریم فرنگستان برای معالجه. بله معالجه برای چی آقا؟ هیچی معالجه بغل پام. میخوام آپاندیسم عمل کنم. ایشالله. بله آقا هر چیز زودتر برین آپاندیستون عمل کنین بلکه به امید خدا صاحبی یه بچه هم بشین همه خوشحال شین. آپاندیس به بچه چی کار داره؟ یه پسر داشتن بچه دار میشد آپاندیسش عمل کرد بچه دار شد. خداحافظ شما. خداحافظ. ناقلای بچه مشکازم کجای بابا؟ مشکازم من دارم میرم اصفهان اومدم باید خداحافظی کنم. بالاخره هم مادر زن ترسیدی و رایی اصفهان شدی. معلوم است که میترسم. آخه مادر زنی که من دارم با اسرائیل هیچ فرقی نداره تو بمیری. میترسم یهو بزنت به مغزش و بلند شد بیاد تهرون بخواد حسابی من بیچاره رو برسه. میگم من میرم اصفهان زنم و عقدی رسمیش کنم و برگردم 2 مرتبه بیام همینجا سری کارم. آره. حالا مطمئنی که سنش دیگه قانونی شده یا نه؟ بله. آخه آب و هوا اصفهان طوری است که آدمو زود بالغ میکنه. خداحافظ. قربونت برم یه ماچ بده ما. برو جونم به سلامت. مرحمت زیاد. وانتی نگهدار. خوش آمدی. مشرف. خیر ببینی منو بزدم این تی بی تی. پر بالا. مرحمت زیاد. نمره خونه بی صاحب شدش چنده است؟ امیدوارم تو سرش خراب شد. بیچاره صاحب اون خونه چرا به اون فوش میدی؟ اون ببین چه پدر سوخته ای است که این بیرده صبر کن ننه صبر کن. بخون میرم. بیا ننه. کجاست؟ شماره 17 محمود درست کار. خودش مادر همینجاست. بریم. زنگ بزن. مادر درسته خودش همینجاست. خیلی خوب دیگه معطلش نکن بذاری زمینو از اینجا بریم. چرا ماتت برده آکله بگیری؟ تو که منو کشتی. هر کی خربوزه میخوره پا لرزش هم میشینه. ده چرا معطلی؟ چشمش کورشه دندش هم نرم خواست بچه دار نشه. ده بذاری زمین یالا زود باش بینم بخوابونش رو زمین. ننه جون داره گریه میکنه. خب حالا یه خورده گریه کنه چی طور میشه؟ چشاش که بابا خورینی میشه. چشم باباش کورشت بیاد ساکتش کنه. بدش به من. بدش این بی پدرو. بده من بخوابونمش رو زمین. اون کاغذم بده بذارم پری قنداقش. نگاه کن تو رو خدا. برو تا من زنگ در خونه رو بزنم. برو نداشتین. شاید گدا باشید. شاید هم مهمون باشه. مهمون و گدا فرقی ندارن. هر دوشون مزاحمن. اومدم. بدو تا کسی نیامده. آخه ننه گناه داره. چی رو گناه داره؟ پدر بی پدرش چی کار کرده؟ پس اجنا بودن زنگ زدن. بر پدری مردم آزاردون لعنت. شما بودی زنگ میزدی؟ خیلی خوش اومدی. محمود ممکنه خود رو معرفی کنی؟ کیه محمود؟ همون که تو گفتی مهمون بسا اومده. بیا ببینش. حالش ما خوبه نیست؟ این بچه مال کیه؟ منم مثل تو یه پدر ناخوشی گذاشته سه رفته است. ای مرد بی انصاف من دیگه نمیتونم بچه بی پدرت رو بزرگ کنم. همونطوری که خودت این بچه رو درست کردی خودت هم باید بزرگش کنی گلندو. چشمم روشن حضرت آقا. چشم دلتون روشن. چطور شده است؟ بفرمایین ببینم آقا این دسته گل رو کجا به آب دادن؟ ها؟ صحیح این دسته گل من به آب دادم؟ نه خیر من به آب دادم. نامه رو برای پدر بچه نوشته که تو باشی. من غلط کردم پدر این بچه باشم. خجالت بکش مرد. تو روی منم داری دروغ میگی. من 1 دقیقه دیگه تو این خونه نمیمونم. بابا وایستا ببین چی میگم.
زن چرا بی خودی حرف زنی؟ من اگه میتونستم دست گل به آب بدم چرا تو خونه خود آب نمیدادم؟ لابد فقط تو خونه خودت نمیتونی به آب بدی. به مرگ تو من روحم از این کار خبر نداره. به مرگ خودت. غلطی که نباید بکنی کردی، حالا میزنی زیرش. والا کار من نیست. من اگه غلط بکن بودم این غلطو با خودت میکردم. اگه نتیجه آزمایش دکتر نشون میداد که تو نامردی باورم میشد، اما آزمایش دکتر نشون داد کار توئه. زن والا به پیر به پیغمبر کار من نیست. چرا بی خود داری این 20 تا مو به ریش من میبندیش؟ پس چرا بچه رو جلو خونه ای کس دیگه ای نذاشتن؟ چه میدونم لابد فهمیدن ما زناشوهای شب رو به خاطر نداشتن به چه دعوامونه گذاشتن رفتن. بس دیگه تو فقط گریه نکن. اگه راست میگی پس چرا بچه رو اینطور چسبوندی تو بغلت؟ پس بچه بی گناه بندازم رو زمین؟ خیلی خوب الان میذارم دوز. نه ترسیدی. حالا خوب غلطی کردی، شوخیت هم گرفته، توف به اون روت میاد. راستی من زدی؟ حیف که بچه دستانه و الا عوضی یکی 3 تا بزنم تو مخت. اگه تلافیشو در نیبردم هر چی میخوای بگو. آقا رحمت، شما اونجا تنهایی؟ بله دارم سیم تلویزیون رو درست میکنم. وایسین باهاتون یه کاری دارم. میبینی فسقل چه بلایی به سر من آوردی؟ نکنه ضعیفه بری یه آبروزی برای من در بیاره. آقا رحمت، خیلی وقت بود میخواستم شما رو تنها پیدا کنم. الهی قربونت برم آقا رحمت جونم. شما چقدر خوبی، چقدر نازی. وای خدا جون چقدر خوشگلی تو. خیلی متشکرم از لطفتون. آقا رحمت، منو بغلم کن. آقا رحمت جونم. وای ول کن مرد پدر سوخته. نکن داری منو. بلش کن. الان میام بکشمه. الان میام بکشمه. نازی. تو خیلی خوشگلی. اینقدر دلم برات تنگ شده که حد نداشت. بغلم کن آقا رحمت. دلم کن. به دست سوخت زنه برای بغل میکنی. زنه برای بغلش میکنی بکشم. من عوضش کردم بیاد. کی کشم؟ زن تو بگی. تو همسایه هستی یه دوز ناموس؟ من تو خودش شما. به دست سوخت بکشمت. رزی باله الان میزنم پایین. الان میزنم پایین. محمود آقا به جون شما من تقصیری نداشتم. کجا بری؟ خانم تشریف آوردن بالا پریدن تو بغل من. من داشتم سیم تلویزیون رو درست میکردم به جون شما. من هیچ تقصیری نداشتم. به هر حال میکشم. آقا شما منو با خودتون میبرین؟ بله کجا میخواین برین؟ هر کجا که شما دلتون بخواد. پس بفرمایین بالا خواهش میکنم. چشمت برم. خب حالتون که خوبه؟ قربون شما مرسی. کجا بریم؟ هر جا تو بخوای. یه پایی ظرف بیچش برو دیگه جاله بکشه. سواری ماشین مردم بشی؟ مرد پدر سوخت زن مردم سوار ماشین نکنی؟ ایدر بزن بریم. آره بده به دست پاسبان. بکشمت. بکش. بکشمت. نزده بینم زنم کجا رفت نزده. پدر سوخته. حیف که وقت ندارم الا پدر در بیاد. تو لقمه رو از گلمون کشید بیرون. پروین جون. پروین بس از خرشه تو بیادشو بریم خونه. نمیخوام بیام برم خونه. آبروزی نکن. از جون من چی میخوای؟ آقایون من مثل خواهر شمام. این مرتیکه گردن کلوف مزاحم من شده. یه چیزی بهش بگین. شوخی میکنه. نفهمیدم. با این خانم چیکار داری گردن کلوف؟ خجالت نمیکشی؟ معرفه کار دیالله. حیا نمیکنه یه نفر بیفته دنبال خواهر خودت خوشت میاد؟ شما که نمیفهمید برید گام شید دنبال کار زدگی تو. چی رو نفهمید؟ دنبالش زنه مردم. طلبکاره. من نمیخواستم به تو خیانت کنم. فقط میخواستم بفهمی مزه خیانت چیه. حالا که مزهش چشیدم دیگه با آشتی میکنی؟ نه من دیگه با تو زندگی نمیکنم. میرم پیش مادرم. وعدمون دادگاه خانواده. لا اله الا الله. زن اشتباه میکنی.
والا اشتباه میکنی. برگرد پشیمون میشی آخر. به چه بدبخت تو کجا گذاشتمش؟ آخ دلم نمیتونم راه برم. زهر مار، زندگی با هم زدی تازه بهم میخندی؟ منو کجا میبری؟ منم مثل تو مادرم. همینطور که تو طاقت ناراحتی منو نداشتی اومدی تهرون دنبالم. منم طاقت ندارم دوری بچه‌مو ببینم. پشیمون شدم. من بچه‌مو میخوام. دخترم بچه بی پدر برای چه نتیجه‌ای داره؟ بیا بریم دلش کنیم. بیا بریم اصفهان. من نمیام. من بچه‌مو میخوام. الان میرم میگیرم. لعنت بر شیطون. گلندام جون قول میدم رجب به محض اینکه بچه رو ببیند فوراً میاد اصفهان و تکلیف تو رو معلوم میکنه. نمیخوام. شاید اصلا رجب تو خونه نبوده. من بچه‌مو میخوام. گلیه وایسا من چی بودم زلیشی ایشالله میتونم خدا مرگت بده. وایسا خودش بود. خدایا بچه‌مو کجا برد؟ نکنه ببره سر به نیستش کنی. محمود آقا واسم چی آوردی؟ دست گل. مال کیه؟ خودم به آب دادم. چطور؟ خیتی بالا آوردی؟ نه آقای فرخ، نمیدونم دست پخت کدوم پدر سوخته‌ایه. امروز صبح برده گذاشته در خونه و رفته است. بدش ببینم بچه رو چقدر نازه. سوخته انگار از دماغ فیل افتاده. یه دقیقه آروم نمیگیره. خفه شو. یارو حتما میدونسته شما بچه ندارین، خواسته بهتون کمکی کرده باشه. بره به ننش کمک بکنه. زندگی منو به هم زده است. مگه چی شده؟ هیچی. یه نامه 20 علیه قنداق بچه بود. توش نوشته بود این مرد فلو شده. همونطور که بچه رو درست کرده خودت هم بزرگش کن. پروینم به خیالش کار منه. قهر کرد و رفت. آخا که الان به شما چه مربوطه؟ همینو بگو. آش نخورده و دهن سوخته. بهتر که پروین قهر کرد و رفت. تازه راحت شدی. چی راحت شدم خاله جون. من زنم پروین رو دوست دارم. میمیرم براش. محمود آقا راست میگه. پروین زن بدی نیست. خیلی هم خوبه. تو دیگه فضولی نکن. برو به نوروز بگو یه شربت برای محمود آقا ورداره بیاره. اصلا اشتباه تو این بود که با پروین عروسی کردی. بچهش که نمیشه. اخلاقش هم که اینه. پس تو دلتو به چی پروین خوش کردی ها؟ بالاخره پروین یه چیز میزی داره که من دلم بهش خوش کردم. این درسته. آدم باید به یه چیز زن دلش خوش باشه و الا اخلاق شما زنان که قابل تحمل نیست. بس تو دیگه وراجی نکن. برو بانک و زود برگرد. چشم عزیزم. خداحافظ محمود آقا. خداحافظ. انشالله که بتونی پدر خوبی برای این بچه باشی. تا حالا که نتونستم پدر باشم شاید مادر خوب باشم. 100 دفعه بهت گفتم پروین به درد زندگی نمیخوره. بیا طلاقش بده تا نازی رو بهت بدم. نازی؟ بله من نازی رو بشه؟ بهت میدم. بله نازی که دختر تو نیست که داری از کیسه خلیفه میبرشی. دختر شوهرم که هست. هیچ وقت نه فرخ راضی میشه نه خود نازی. اراده فرخ دست منه. بهش بگم بمیر میمیره. خودت که میدونی. باشه خاله جون. فعلا باید یه فکر برای این بچه بکنیم. من که تنهایی نمیتونم نگرش دارم که. کلاس بچه داری هم نرفتم ببینم که. من اصلا وقت این کارا رو ندارم خاله جون. حتما مادرش میاد سراغش. اگرم نیامد چند روزی خودم نگرش میدارم. پس تو رو خواهد درست مواظبش باش نازی خانم. محمود آقا اینقدر سفارش بچه رو میکنی نکنه مال خودت باشه شیطون. تا حالا چه از این ارزا نداشتم. اما بعد از آزمایش دکتر که گفته سالمی ممکنه یه غلطایی بکنه. ای بس پروینه. حالم چه بهتر که پروین خودش قهر کرده و رفته. تو باید زود به فکر یه دختر خیلی خوشگل و مامانی باشی. ایوا مگه زن کفش تنگ و گشاده که هر روز بشه عوضش کرد؟ من عوضش میکنم. مادر من دیگه با محمود زندگیم نمیشه. دختر مگه شوهر پیرهنه که هر روز عوضش کنی؟ از خر شیطون پیاده شو. بلند شو برو سر خونه زندگی. مادر من اگه بمیرم دیگه پامو تو خونه محمود نمیذارم. فهمیدی؟ نمیذارم. به من چه مربوطه؟ تو خیال میکنی این روزا شوهر خوب جایی پیدا میشه؟ بعدش هم نیست چه برسه به خوبش. برای شما بله، اما برای من شوهر خوب فراوونه. زبونتو مار بزنه. آخه تو از کجا مطمئنی اون بچه مال شوهرت بوده؟ از نتیجه آزمایش دکتر فهمیدم که این بچه مال محموده. نتیجه آزمایش چه ارتباطی به این بچه داره؟ خوبم ارتباط داره.
9 سالی که من زن محمودم و بچه دار نشدم. من احمق فکر میکردم شوهرم نامرده، اما وقتی آزمایش شد فهمیدم مرده و این منم که نامردم. مادر از اینا گذشته. من امروز رفتم دادگاه خانواده و عرض حالمو دادم و تو طلاقمو نگیرم ولکن نیستم. بس ساعت 5 تشریف بریم محضر. باشه چشم. امیر من رفتم. فعلا خداحافظ. خداحافظ شما. ببخشین، محمود آقای درستکار امینزاده اصفهانی شما هستین؟ اینطور میگن. این نامه از دادگاه خانواده است. خانمتون تقاضای طلاق کرده. غلط کرده. چی؟ غلط کرده یا نکرده به ما مربوط نیست. با دادگاهه. خواهش میکنم دفتر رو امضا کن. بفرمایید اینجا رو. بالاخره دستگل کار خودش کرد. کدوم دستگل؟ همون که زنم میگه تو به آب دادی اما من به آب ندادم. مهم نیست آقا. تو این شهر روزی 1000 تا دستگل آب میدن. اما من از این دستگل روح هم خبر نداره. پس چطور زنت این وصله رو بهت چسبونده؟ چه میدونم، زنها کارشون وصله چسبوندنه. حالا چه به لباس باشه چه به آدم. این وصله نیست حضرت آقا، حقیقته. حقیقت فهمیدی؟ یواشتر، پرده گوشم پاره شد. من که داد نزدم. ملاحظه فرموده آقا، من بیچاره اصلا سالهاست پرده گوش ندارم. خب شما چی میگین؟ قبول دارین که این بچه مال شما بوده؟ نه خیلی آقا، قسم میخورم مال من نیست. من اگه میتونستم بشه درست بکنم تو این 10 سال که شوهر این خانم بودم اقلا یکشو برای خودم درست کرده بودم. چطور تو پای این بچه تو کار نبود؟ همش دم از مردی میزدی، میگفتی شیر بیاد جلو مرونمش. اما حالا که مچت وا شده میگه کاری ازم سخته نیست. آقای رئیس گوش به حرفای این بدجنس ندین. اینو من میشناسم، مخصوصا خودشو به موش مردگی زده و الا این نامرد از هر مردی مردتره. پروین جون از این که برام تبلیغ میکنه ممنونم، اما اگه تو به حرفای خودت اطمینان داری یه ما صبر کن تا بچه اقلا حقیقت معلوم بشه. بله خانم، عقیده منم همینه. شما یه مدتی صبر کنین، شاید پدر این بچه کس دیگه‌ای باشه و این مرد بیچاره گناهی نداشته باشه. بله. من دیگه نمیتونم صبر کنم. من جنس شوهرمو بهتر از شما میشناسم. شما چه طلاق من ازش بگیرین چه نگیرین، من دیگه پامو تو خونه این شخص نمیذارم. آقای رئیس، مثل اینکه شما جنس این مردا رو نمیشناسین. اینا تا وقتی پول ندارن زنشون تاج سرشونه، اما وقتی تنبونشون دوتا شد زنشون خاک زیر پاشون میشه. 10 سال پیش که من زن این آقا شدم روی تاکسی کار میکرد، اما حالا از صدقه سر من خدا میدونه چقدر ثروت داره. لا اله الا الله. ضعیف اینقدر دروغ نگو، مأمور مالیات هم باور میکنه میاد سراغم حسابم میرسه. من دروغ میگم؟ دروغ سر تا پاته. آقای رئیس خلاصه اگه همین حالا طلاقم از این مرد نگیرین خودمو میکشم، خونم گردن شماست. این حرفا زیادیه. وظیفه ما اینه که در وهله اول با راهنمایی و نصیحت مانع طلاق زن و شوهرها بشیم، ولی حالا که نصیحت ما را قبول نمیکنین تکلیف طلاق با شوهر شماست. بالاخره جناب عالی رضایت به طلاق همسرتون میدین؟ باشه آقا، رضایت میدم. اما اگه پشت گوش دی منم میبینی. خدا کجا رو باید امضا کنم؟ کجا رو باید امضا کنم؟ من باید کجا رو امضا کنم؟ کجا رو باید امضا کنم؟ من کجا رو باید امضا کنم؟ قولنامه رو. اگه داری قولنامه بزنی پولتون به نفع فروشنده ضبط میشه. سلام آقا. سلام. حالا میخواستی نیایی؟ یه هفته شد 20 روز. زنت آوردیش؟ نه آقا، دیر اومدنم هم به خاطری زنم شد. چطور؟ راستش زنم قهر کرده بود و رفته بود. معلوم نیست کدوم جهنم دره‌ای رفته است که هرچی گشتم پیداش نکردم. میخواستم شکایت کنم، ترسیدم بدتر کار بیخ پیدا کنه. خیلی خوب، برو خونه یه کوفته زهرمار زور درست کن من بیام بخورم. کسی خونه نیستا؟ پس خانم کجا تشریف دارن؟ خانم تشریف بردن، دیگه هم نمیاند. تشریف بردن؟ بله، طلاقش دادم. یعنی اون منو طلاق داده است. ای وای، چرا این کارو کردی آقا؟ نمیدونم، یه بی‌آبروی بچه‌ش آورده گذاشته در خونه ما رفته، خانم هم خیال کرده بچه مال من است. تو بگوری پدر این بچه لعنتی بیاد. این بچه کدوم شیرین آپاچ خورده ای بوده آقا؟ چه میدونم کدوم بی همه چیز این دست گل به آب داده که باید شرش گردن منو بگیرید. محمود آقا بفرمید اینجا رو امضا کنید. با شما آقا؟ بفهم سن اونجاست. بله آقا. آقا حالا این بچه کجاست؟ آب مرتب زیرش خراب میکرد، منم که بلد نبودم درستش کنم، گذاشتمش خونه خاله. بله. دلم میخواد صاحب این بچه رو پیدا بکنم، یک بلای به سرش بیارم که مرغای هوا به حالش گیریه بکنن. بله حق دونست. اما این کاری شما نیست. این کاری من است که باید پدری صاحب این بچه بی همه چیزو در بیارم جون شما.
ای آقا چه زود اومد، من هنوز براش غذا درست نکردم. کیه؟ سلام. ای وای گلندام، تویی؟ با کی اومده؟ تا چشم کورشه که با کی اومده، با من اومده. یا جدا شمای؟ بله. سلام مادر زن جان عزیزم، حالت خوبه انشالله؟ اجازه بدین یه دست رو بوسه کنی. تو منو ماچ نکن. چطور شده؟ هیچی نگفتم. چطور شده؟ میتونی دختر منو بدبخت کنی؟ من دختر رو بدبخت کنم؟ با من ترفی. مادر زن به خدا من یه هفته زربابم مرخصی گرفتم اومدم اصفهان میخواستم گلیه رو عقدی رسمیش بکنم نبودین. همسایه‌ها گفتن رفته ده. 2-3 روز اومدم تو ده، هرچی گشتم اونجام نبودین. گفتم شاید رفتن قم. اومدم قمم چند روز گشتم پیداتون نکردم. گفتم شاید رفتن مشهد. اومدم یه چند روزی هم تو مشهد گشتم پیداتون نکردم. از ترس آبرومم جرأت نداشتم به کسی شکایت بکنم. خلاصه فکر کردم خدای نکرده نکنه یه بلایی به سرتون اومده باشید. نمیدونید چقدر دلواپس شده بودم. دلم براتون یه ریزه شده بود. داشتم خسته گلیه آب میشدم. گلیه چرا گریه میکنی؟ چی تو شده؟ بچه چی تو شده؟ ها مرده است؟ دهنی تو آب بکش خودت ببین و جد و عبادت بمیره. خب حالا چی تو شده است؟ بلند شده این اومده این تهرون ها؟ تو که خبر مرگت نیومدی سری بزنی ببینی زن و بچت مردن یا نه؟ ما هم بلند شدیم اومدیم تهرون و بچه رو گذاشتیم در همین خونه و رفتیم. ای وای بچه رو گذاشتین در همین خونه؟ بله. ما که نمیدونستیم تو نیستی. بعدش دیدم یه آقای اومد بچه‌مو با ماشین برداشت و برد. رجوع بچه‌م چطور شده است؟ ای داد بیداد، پس بچه من بودست که زندگی اینا رو به هم زده. پس دست گلا شما به آب دادین. من چه میدونستم رجب؟ تو رو خدا بچه‌مو پیدا کن، همین حالا که ببرمش اصفهان. چطور شد؟ ببریش اصفهان؟ تو میخوای بری برو، اما من تا تکلیفمو با این بدجنس معلوم نکنم و پدرشو در نیارم ولکنش نیستم. حالا بفرمایین تو، بعد از اینجا وایسادین یه چای بخورین تا یه فکر بکنین. من همینجا وای میسم. این شوهرت اینم تو. برو تو تکلیف تو معلوم کن و خبرشو به من بده. حالا بفرمایین تو. نیمیام جونشو من همینجا وای میسم. عزتت میذارم. بیا تو. دستمو بکن. آکلا بگیری انشالله. بیا تو دمی در بعده. داره حال میکنه. عزت پذیر نیست. خب نمیای که نیا. یا دست پدر تحتی چی نگفتم. چه پدر سیخته. ضعیفه مثل مادر فولازر دیب بمونه. گلی جون قصه به چرا نخوری یا جاش امن است. فقط باید یه فکری برای آقا خانومی بیچاره بکنیم که زندگیشونو به هم زده ای. مگه من چی کار کردم؟ چی کار کرده؟ خانوم به خیالش به چه مالی آقاست. رفته از آقا شکایت کرده است و طلاقشو گرفته است. ای وای من چه میدونستم؟ خب برو به اربابت بگو به چه مال توه تا با هم آشتی کنن. به میگه من جرأت دارم همچی حرفی بزنم؟ محمود آقا سرمو گوش تا گوش میبرد. آخه تو چرا این کارو کردی؟ مادرم گفت بچه رو بذاریم دم در رو بری. مادرت غلط کرد. اصلا چرا مادرت آوردی تو تهرون؟ تو نمیدونستی که من از مادر زن مثل سگ میترسم؟ تقصیر خودت است. ای میومدی اصفهان من عقد رسمی میکردی یا این اتفاق نمیافتاد. آخه تو هنوز خیلی بچه‌ای، سنت قانونی نشده است. کجای کاری؟ من الان 3 ماه قانونی شدم. باریکلا. خب الحمدلله. میبینم که آبی زیر پوستت اومده رنگ انداخته یا قشنگ شده. بریم بچه‌مو بگیر بهم بده، بعدم بریم محضر عقد رسمی بکن که دل مادرم آروم بشه. نه خیر، اول باید دل چند وقت است ندیدمت عزیزم، میدونی؟ بریم تو اتاق. اینجا خوب نیست. اول بریم سراغ بچه. نه خیر، اول پدری بچه بعد خودی بچه. نه آره جونی من آره. برو بریم تو اتاق، اینجا خوب نیست. نه آره آخه ندی. آره قربونت برم. ببین اینجا اتاق خواب ارباب است. وقتی هم ارباب نباشید مالی کلفت و نوکره. آره قربونت برم. ببین زن و شوهرام حلال من الله در 7 اقلیم آزادن. آره قربونت. آره جونه. آره خوب. آره گلی جون. چه گل اندام. قربونت گلت برم، قربونت اندامت برم، ناز نیستنم. آره نگفتم. آره عجیب. آره باشید جونتون باشید انشالله. نیمروی فردی علا. چرا اینقدر تخم مرغ درست کرده ای پسر؟ آخه علت داشت.
میدونی زانوامون قوت نداشت، میخواستیم یه خاگینه درست کرده باشیم. یالا تا آقا نیامده بخوریم تا بریم یه گلی بعد سراغ بچه. خیلی خوب. اول میریم بعدم میریم سراغی بچه تا محمود آقا نیامده زود بخوریم و بریم، معطلش نکنیم. بریم تو مینه معطل نکنیم. بیا ننه بیا. اگه اربابت اومد چی؟ خودش کلیپ داره در ما میکنه، غذاهاش هم رو بارها حاضر است. آیوانتی نگهدار. موتوری نگهدار. برو بالا. معطل نشو، برو بالا. بیا برو بالا ننه. برو بالا. ده بذاریم مسئول شما برین تو بالا خونه. شما اینجا میشینید؟ باش. بله اینجا قلبتون میگیره. ضعیفه نمیذارید ما بشینیم پهلو زنم میبینیم دنیا دستی کیه؟ برو بینم. رجب آمیز رجب 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 غذام هنوز درست نیست. بفرمایید اینجا رو امضا کنین آقا. کجا رو امضا کنین؟ بفرمایید. دست شما درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. اینم امضای بنده. خوب شد. شما بفرمایید خانم. یالا. به چشم. آخه وای. شما هم شما بیان جلو. من سواد ندارم آقا. انگوش بزنید. به چشم. بله. اینجا رو انگوش بزنید. مبارک است انشالله. قربون شما مرحمت زیاد. اینم عقدی رسمی، خیالتون راحت شد. قربون تو دومات برم ایشالله. خدا عمرت بده. خب حالا بریم سراغی بچه‌مون. یالا معطل نشین. مگه شما بچه هم دارین؟ بله آقا، من عادتم این است که اول بچه دار میشم بعد عقدش میکنم جون شما. خداحافظ شما. نازی جون تو پیاده شو تا من شیده رو برسونم و بیام. باشه بابا، اما شیده رو حتما برسونش خونه ها. بس خیال کردی میبرمش محضر. از تو بعید نیست بابا. نه دیگه اونطورا بی. متشکرم نازی جون. راستی اگه فرهاد دیدیش سلام منو بهش برسون. بگو نام زدم فرهاد. راستش جلو تو بابام روم نمیشه بگم. کم کم رود میشه نازی. تو اگه فکر میکنی من هنوز فرهاد دوستش دارم خیلی بچه. متشکرم. خدافظ. سلام نازی خانم. سلام محمود آقا. جمعه مدرسه رفته بودین؟ محمود آقا امروز روز پنجشنبه است. آره راست هیچی یادم مثل اینکه دوری پروین خانم خیلی حواستو پرت کرده ها. اگه شما اون جای من بودی و یه فسقلی از هوا میافتاد در خونت، نه تنها پنجشنبه و جمعه فراموش کردی، بلکه تاریخ تولد خودت هم یادت میرفت. سلام مامی. سلام، محمود آقا رو دیدی؟ آره، انگار خیلی حواسش پرت شده. دلم براش سوخت. آره دلسوزی هم داره. کاش یه کاری میکردی با پروین آشتی میکرد. پروین رو ولش کن. اگه خیلی دلت برای اون میسوزه خودت یه فکری براش بکن. من به چه جهت؟ بر اینکه تو خودت میدونی محمود آقا چقدر خوبه. آخ چه یه پدر مادر این بچه بی پدر و مادر پیدا بکنم نیست و نابودشون میکنم. آقا اینقدر به پدر و مادری بچه فوش ندین. اونا تقصیری ندارن. چطور تقصیر ندارن؟ اون مردکه که این بچه درست شده گذاشته در خونه من مقصر نیست؟ اگه پدر و مادر بی همه چیزش، پدر پس فطرتش، پدر بی آبروش ارزه نگهداره بچه نداشت، غلط کرد اصلا زنسه. درست است آقا، اما اینقدر به پدری بچه فوش ندین. بس بگو چیکار بکنم؟ برم از پدر احمق بچه تشکر کنم که زندگیمو به هم زده است؟ نه خیر آقا، شما میتونین تلافی کنین. چجوری تلافی کنم؟ هیچی، همینطور که بچه رو آوردن گذاشتن در خونه شما به من مأموریت بدین که برم بچه رو از خالتون بگیرم بذارمش در خونه یکی دیگه. خونه دیگه هم بدبخت بکنه. پس میخواین چی کار کنین؟ خیال دارین بچه رو بکشین؟ من نمیخوام بچه رو بکشمش. پس چی؟ اما پدرش رو اونم مثل سگ خفش میکنه. مثل چی خفش میکنین؟ مثل سگ خفش میکنم. نمیشه مثل چیز دیگه، مثل آدمزاد خفش کنین؟ باشه آقا، اما فعلا برای اینکه از تمام این ناراحتی خلاص بشین اجازه بدین من برم بچه رو بگیرم بدم شیرخوارگاه، شاید یه فرج و گشایشی تو زندگیتون پیدا بشه.
بیا بگیرش، مال بد بیخریش صاحبش. خانوم از کجا معلوم است که این مال بد است؟ اتفاقا بی پدر نیست، پدرش هم خیلی آدم با شخصیتیه. بچه‌ای که بی پدر باشه از قیافش معلومه دیگه. من فکر میکنم پدر این بچه که راضی شده جیگرگوشه‌شو بذاره در خونه مردم، نه تنها شخصیت نداشته بلکه بسیار آدم مهمل و چرندی بوده. لا اله الا الله. اینقدر به پدری محترم این بچه بد و بیران نگون آقا. مگه تو اونو میشناسیش؟ میدونی محترمه؟ نه آقا نمیشناسمش، اما از قیافه این بچه، از قنداقش، از وزنش، از تو قنداقیش، همه چیز این بچه پیداست که پدرش محترم است. باباش یه پارچه آقاست. نگاه کنی زیادی نکن خواهش میکنم. باز اگه بچه من بود میشد گفت که پدرش واقعا یک پارچه آقاست. اگه بود، ولی شما که متاسفانه بوتتون خشکیده است. خداحافظ شما. لا اله الا الله. وای بیا بگیرش بینم. به خاطر این بچه 100,000 تا پشت شنیدم و همشو گذاشتم زیر سیبیل. همش تقصیر شماست که نفهمیده بلند میشین میان تو این تهرون. ده تقصیر خودت است. و الا ما هیچ وقت از اصفهان بلند نمیشدیم بیایم و این بلا رو سر بچه معصوم بیاریم. بعد پدر این بچه لعنه. پدرش که خودتی. ده منم به خودم فوش میدم. همه که فوش میدن، بذار خودم هم فوش بدم. تو این شهر تاکسی هم پیدا نمیشه. آی تاکسی! کجا میخوای بریم؟ میخوام ببرمتون TBT، 2 تا بلیط بذارم کف دستتون بریم بریم اصفهان. فوتینا دیگه اون ممرو لولو برد. من از پیش تو جام نمیخورم، هر جا بری دنبالت میام. به عجب غلطی کردم. آخه زن، من چه جوری میتونم شما رو ببرم خونه اربابم؟ محمود آقایی که بفهمت این بچه من و تو بودست که زندگیشه به هم زده است، هر 4 تایم رو میفرستد اون دنیا. حالا لازم نکردست بریم خونه محمود آقا، یه هتل برامون اجاره کن. هتل اجاره کنم؟ بله. چطور است هتل هیلتون بدم خدمتتون؟ یه خونه برامون اجاره کن. من پولم کجا بود زن؟ اجاره خونه تو این شهر آدمو به گدای میندازید. من با یه اتاقم میسازم. آخه چه جوری میتونیم 3-4 تایی توی اتاق بخوابیم؟ خیلی هم خوب میشه. من بعضی وقتا رومو اونور میکنم. شما که نمیتونین 24 ساعت روز اونور میکنین؟ تو داری گریه میکنی؟ فرهاد، زن بابام تصمیم خودشو گرفته. پدرم هم راضی کرده. غلط کرده. مگه زن بابات سر خود میتونه برای خودش تصمیم بگیره؟ حالا که گرفته، پدرم هم مطیع اونه. ناراحت نباش نازی، اگه به قیمت جونم هم تموم بشه نمیذارم زن بابات و محمود آقا به آرزوشون برسن. جفتشون گم شده، مثل اینکه نفهمیدم شما امروز اومدین تو جشن تولد من شرکت کنین یا اومدین تو بالون با هم خلوت کنین؟ شیده جون معذرت میخوام. من جهنم، بچه ها همه دارن سراغ شما رو میگیرن. چند دقیقه دیگه یه دقیقه اجازه نمیدم. یالا بریم تو. نازی جون با پدرم آشنا بشو. سلام آقا، من نازی نامزد فرهاد هستم. نازی خانم، شیده خیلی تعریف شما رو کرده بود. متشکرم. این آقا فرهاد نامزد نازی خانم. خوشوقت. متشکیده. من با اجازهتون میرم توی بالکن خورده هوا بخورم. ببخشید. ببینم شیده، مگه چشمای پدرت؟ آره، 1 ماهی که اینطور شده. چه میشه کرد؟ بریم برقصیم یالا. تو که از دست اینا ناراحتی چرا دعوتشون کردی؟
منظورم این بود که همه چیزو بفهمم بعد شروع کنه. من که فکر نمی کنم فرهاد تو رو ول کنه و اینو بچسبه. فعلا که چسبیده، نامزدیشونم که حتمیه، اما من نمیذارم نازی به این مفتیا به آرزوی خودش برسه. سلام خارسو. به دست شما درد نکنید، مشغولی گوش گفتنی. خدا قوت بده. آخی خدا شکر. الهی الحمدلله رب العالمین. به پسرمو برم، به نازنازی پسرمو برم، قند و اصلمو. نیست خوابه. خب پسر بخوابه. امشب یه رو دیرتر از دیشب اومده. خیر، به ساعتی من 1.5 ساعت دیر اومده خونه. آخه این نلبکی که شما به مچت بسته اید بیتر از اینم نشونی میده. میدونی مادر زن بهتره ساعته برفروشی یه خروس بخری. تو هم میدونی اینو تو میدون کنه تن خریدم؟ آخه پیدون که دیگه قیمت نداره. تابستان نفهمیدم. هنوز تیرون نیمده، اخلاقی زن تیرونیا رو یاد گرفته این دو. آهی نق و نق میکنین، میخواین منو کنترلم بکنین؟ آخه رجب میدونی که ما تو تهرون تنهاییم، حوصلمون سر میره. تو هم یه دومادی نیستی که بیای شبا ما رو ببری شکفت نوعی سری پول تجریش جایی بگردونی دلمون باز شه. به صحیح، شکفت نو میخوان برند و سری پولی تجریش. مادر زنم چه حوثای خونه خراب کنی برا من میکنید. میترسم پس فردا از من مایه و 2 تیکه بخواد و حوثی کنار دریام بکنه. به شما یک کاری کردین که عذابی وجدان داره، پدری منو در میاره و روز به روز چوخ الف میشم و هیچ به فکر من نیستی. مگه ما چیکار کردیم؟ چیکار کردین؟ میگه شما شک دارین که وجود این بچه یه زندگی از هم پاشیده است. چطور میتونم ناراحت نباشم؟ آخه خدا تلافی این کار رو در میاره. خب حالا چی کار باید کرد؟ هیچی، امروز بو بردم که محمود آقا میخواد زن بسوند. در صورتی که پروین خانم بیچاره فقط فدای اشتباه شما مادر و دختر شده است. خب حالا کاریست که شده است، چی کار میشه کرد؟ بهترست تو بری پیش محمود آقا او حقیقتو بگوی. اعداممون که نمیکنن بخور مادر. منم همین فکر کردم، اما اول باید به پروین خانم بگم. هرچی باشد اون زن است، کاری هم نداره. اما اگه محمود آقا بفهمه سرمو گوش تا گوش میبره. راستی امشب رخت خوابی ننده بنداز تو بالا خونه وا. تو مرتبه میخوان با پروین خانم آشتی کنی؟ با پروین خانم خدا رحمتش کنه. آقا تو رو خدا آشتی کنی. والا پروین خانم هم گناهی نداره دا. هر زنی دیگه جا پروین خانم بود و میفهمید شوهرش یه بچه حرومی درست کرده است از کوره در میره. تو هم مثل پروین فکر میکنی؟ مطمئن اون بچه بی پدر و مادر مال من است؟ آقا اتفاقا تنها کسی که مطمئن نیست اون بچه پدر و مادر دارست و مال شما نیست خودی منم. پس دیگه فضول نکن، برو گم شو. چشم، کجا گم شم؟ من همه جا رو بلدم. سلام محمود آقا. سلام علیکم. ماشین ما حاضره؟ بله، ماشین حاج آقا تحویلش اومده. بفرمایید. بله، نمایشگاه اتومبیل پارس. سلام خاله جونم. دیشب تا صبح به خاطر تو نخوابیدیم تا بالاخره نازی رو راضی کردیم. هنوزم باباش تو اون اتاق داره باهاش حرف میزنه. کاملا راضی شد. من نمیخوام سر به تن محمود باشه. دخترم برای خاطر باباتم که شده حرف منو زمین ننداز. من حرف شما رو قبول دارم، اما این زن شماست که هرچی بخواد باید انجام بشه. من هرچی به شوهرم بگم مجبور قبول کنه. تو خاطر جمع باشه. خب پس اگه نازی خانم راضی شده من باید چیکار بکنم؟ هیچی. حالا که زوره هر وقت دلتون خواست میتونین تاریخ عروسی رو معلوم کنی. متشکرم دخترم، تو من خیلی خوشحال کردی. زن بابام بیشتر خوشحال میشه، برای اینکه بدون من بهتر میتونه شما رو بچاپه و حق منو بالا بکشه. این حرفا چیه میزنی دخترم؟ درست میگم پدر. بچه‌ای که زن بابا داشتن تا حالا هیچ کدومشون خوشبخت نبودن. انشالله بتونم خوشبختش بکنم. همین هفته شیرینی میخوریم، هفته بعدم عقد و عروسی. چطوره؟ خوب است، فقط خیلی خستم. فکرم یه کمی ناراحت است. دوست دارین همگی یه هفته بلند شیم بریم کنار دریا، هم استراحت میکنیم، همین که میفهمیم نازی خانم واقعا منو دوست داره یا نه. باشه عوض یه هفته 2 هفته میریم. اما به نظر من بهتره که قبلا نامزد بشیم. یه انگشتر بلریانم بخر و بیار تا بهت بگم. خدافظ. بیا جانم، بیا دخترم. دختر جان، من خیلی صلاح تو رو میخوام. هرچی باشه بالاخره من پدر تو هم. مژده بدین. بنا شد محمود آقا یه انگشتر برلیان بخره بیاره برای نازی جون. یکی هفتم بریم کنار دریا، بعدش هم عروسی. عالیه.
پدر من کنار نمیام. چرا؟ برای اینکه دوست ندارم با مردی که هنوز نمیشناسمش کنار دریا برم. بهتر خودتون با اون بریم. لا اله الا الله. اینطوری دخترتو راضی میکنی؟ چه میدونم؟ دخترای امروزی رو خدا میشناسه. اون تو بودی که تا اومدم خواستگاریت با اینکه 2 برابر سن تو رو داشتم فوراً دهنت آب افتاد و بله رو گفتی. بله بفرمایید. ببخشید من شیده دوست نازی هم که با شما حرف میزنم. بله اسمتون رو شنیده بودم. نازی به من گفته. اما نازی به شما نگفته که چطور با سعادت من بازی کرده. به شما نگفته که چطور فرهاد از من گرفته. متوجه نشدم. واضح‌تر بگی. خانم من و فرهاد چند ساله که با هم دوستیم. اون به من قول ازدواج داد اما به قول خودش وفا نکرد و همه چیزمو ازم گرفت. ولی من ولکن نیستم. تا تلافی نکنم دست از سرش ور نمیدارم. خلاصه به نازی بگین دست از سر فرهاد ورداره و الا سخت پشیمون میشه. شیده خانم گوش کنین، منم با شما هم عقیدم. نمیذارم نازی زن فرهاد بشه به شرطی که هرچی گفتم انجام بدی. بسیار خوب متوجه شدم. متشکرم. شماره تلفنم 41 807. پس من منتظر دستور
سلام عزیز. نوش جان. محمود آقا بله. کی میریم کنار دریا؟ هر وقت شما بخواید. مبارکشون باشه. امروز صبحم همگی دست جمعی رفتن کنار دریا. بازم مبارکشون باشه. خب پس حال دیگه باید برم اساسیه ما از خونش بیارم. نه خیر، نباید اساسیه دونه از خونشون بیارین بیرون. خونه محمود آقا مال شماست. هیچ کس هم جز شما نمیتونه زنی محمود آقا بشه. خانم پروین خانم، من نمیذارم این عروسی سر بگیره. تو دخالت نکن رجب. به تو چه مربوطی؟ همش به من مربوط است خانم. همش تقصیری من بوده است که شما از آقا طلاق استدین. منم برای اینکه بتونم کفاره گناهانمو پس بدم، اگه به قیمتی جونم هم تموم بشه نمیذارم این عروسی صورت بگیره. نمیذارم. رجب به تو چه ارتباطی داری؟ واضح‌تر حرف بزن. خانم میخواین منو بکشین؟ میخواین منو آزادم کنین؟ من باید امروز حقیقتی قضیه رو به شما بگم. حقیقتی قضیه هم این است که اون دسته گل محمود آقا به آب نداده بود و من به آب داده بودم. یعنی چی؟ کدوم دسته گل؟ الله خانم، خلاصه همون بچه‌ای که گذاشته بودن در خونه شما مالی من بود که زنی ناقص عقلم به اصراری ننش گذاشته بود اونجا. چرا زودتر نگفتی؟ آخه من وقتی که از اصفهان اومدم شما طلاق گرفته بودین تا کار از کار گذاشته بود. منم از ترس جرأت نداشتم به کسی بگم. خدایا خودت منو بکش که از این درد راحت بشم. منو بکش راحتم کن. خیلی خوب بس دیگه. تو تقصیری نداری. تقصیر خودمی که زود قضاوت کردم و به زور طلاقمو از محمود گرفتم. خانم پروین خانم، تا شما محمود آقا آشتی نکنین دا این عذاب وجدان خرخره منو ول نمیکنه که ول نمیکنه. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا که خودم کارا رو خراب کردم مجبورم خودمم درستش کنم. بابا نمیدونی چه آب خوبیه. پاشو من لخ نشده داره مورمورم میشه. محمود آقا تو چرا لخ نمیشی؟ والا منم راستش روم نمیشه. چطور؟ من تا حالا جلو زن لخ نشد. محمود آقا اوجا رو نگاه. کجا؟ اوجا رو عجب تیکه‌ای داره میاد. راست میگه. چطوری؟ عزیزم اشتباه نمی‌کنم؟ این ضعیف پروین است؟ اینجا چیکار میکنه؟ میگم این پروین است؟ بهتره بیشتر نگاش کنی. بریم تو دریا. دیگه بریم تو دریاریش هم کنده میشه و آبروم میره. ناراحت شدی؟ نه این که دیگه زن من نیست. فقط تعجبم زنی که نمیذاش کسی مچ پاشو ببینه چجوری ها اینقدر بی حیا دریده شده است. اونم با این زبار در رفته. شاید این پیرمرده پدرش باشه. چه مانعی داره؟ ببینم پروین پدر داره. نه بی پدرست. لابد دوست تازه‌شه. اونم چه دوستی. من به خودم امیدوار شدم. تو دیگه حرف نزن. تو وقتی با من عروسی کردی من 2 برابر سری تو رو داشتم، اما پروین رفته با پدر بزرگش ریخته رو هم. تو هم بخند دیگه. فکر میکنه از کجا فهمیده ما اومدیم کنار دریا؟ لابد رجب نوکرت فهمیده و بهش گفتی. نه من به رجیبی چیزی نگفته بودم که. پروین خانم بس است دیگه. والا گریش هم کنده بشه محمود آقا میشناسدم وقتی که بزرگم گوشم حساب. ولم کن بریم دیگه. نترس بابا نمیفهمی. محمود آقا ولش کن دیگه، اینقدر نگاش نکن، نازی بدش میاد. خاله جون هر چی باشه چند وقت پیش زن من بوده. حق ندارم یه خورده غیرتی بشم. بابا امشب کجا بریم برقصیم ها؟ بریم هتل زهرا همینجا.
خانوم ببخشید مادمازل ببخشید شما رقص بلد هستید دانسا اینا چطور مگه؟ من برم قلوه داره نمیتونید برقصید شما با دختری من ترقص لازم با کمال میل ممکن افتخار بدیم مادمازل بله
از قدیم میگن مرغ خونه همسایه قازه، از قدیم میگن مرغ خونه همسایه قازه. واقعا دست شیطون از پشت بسته؟ بیابون گل نازل از قدیم میگن مرغ خونه همسایه قازه، 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 از قدیم میگن مرغ خونه همسایه. پروین خانوم زنگی در خونه است. به نظرم محمود آقا همین الان رسیده باشد. اگه قبل از ما رسیده بود تهرون خیت شده بودیم ما. اگه خبری شد من فوراً به شما اطلاع میدم. خب فعلا خداحافظ، قربونتون برم الهی. چه فرماش دارین؟ محمود آقا از شمال برگشته؟ هنوز خیر. شما کی هستین؟ من همونیم که محمود آقا نامزدم نازی رو برداشته و با خودش برده کنار دریا. شما نامزدی نازی خانم هستین؟ یه وقتی بودم. حالاش هم هستین. برای اینکه من و پروین خانم زنی سابقی محمود آقا مرد بذاریم این کار بشه. نازی بدون جهت منو ترک کرده و رفته. حالا هم شنیدم میخواد با این آقا عروسی کنه. اما به محمود آقا بگو آرزوی این عروسی رو به دل هر دوتاتون میذارم. حضرت آقا صبر کنین. آدم کشی که فایده ای نداره قربون. اگه بخواین نازی خانم هر طور هرس مال شما شده باشید باید سیاست داشته باشین. خلاصه من و پروین خانم میخوایم یه کارایی بکنیم. شما اون آدرستون رو به من بدین تا به موقعش خبرتون کنم. صبح تو این شرکت کار میکنم، عصرا میرم دانشگاه. خیلی خوب. خداحافظ شما. صبر کنین حضرت آقا. بله. محمود آقا شما اینجور میگم فرماش. شنیدم شما زنتو طلاق دادی و میخوایی با زور با نازی عروسی کنی. اولندش من زنمو طلاق ندادم، اون منو طلاق داده است. دومندش نازی خانم مایل شدن که ما عروسی کنم، زوری تو کار نبوده است. سومندش تو رو سننم. به چه؟ من نامزد نازیم. نامزد نازی خانم بودی؟ هنوزم هستم و خواهم بود و اگه تو اونو از من بگیری جونتو میگیرم، میکشمت. فهمیدی؟ تو منو میکشی؟ خیلی خوبه. بس چی؟ خیال کردی؟ بفهم بازم بزنی؟ مشغول باشین. مال خودتونست. خسته شدی؟ خب اگه خسته شده بذار من بزنم. ژیگول بدبخت بیچاره منو بزنید. ببرونم. گم شو. یه طول محل پیدا نشده. بگو. چطور نمیزنی؟
بابا اومدم. سلام آقا. خسته نباشین. خوش اومدین. کنار دریا انشالله خوش گذشته؟ آره جون تو خیلی خوش گذشت. مخصوصا همینجا جلو در خونه جاد خالی بود. خب الحمدلله. رجب ببینم تو به پروین گفته بودی من رفتم کنار دریا؟ من؟ کوشم من یه همچه حرفی زده باشم. اصلا میگه من خبر داشتم که شما رفتین کنار دریا. حالا میگه طوری شده آقا؟ نه طوری نشده. فقط زود بیا حسابتو بکن از این خونه برو بیرون. آخه چرا آقا؟ برای اینکه بیشتر به درد پروین خانم میخوری نه من. بی چشم رو. آقای دکتر فکر میکنین این چشما دیگه به درد من میخوره؟ باید امیدوار باشید. تا یه هفته دیگه باید چشمای پدر شما جراحی بشه و الا ممکنه برای همیشه همین یه ذره بیناییش هم از دست بده. آقای دکتر مخارجش چقدر میشه؟ فکر میکنم در حدود 10,000 تومان. 10,000 تومان؟ بله. به هر حال اگه به چشمای پدرتون علاقمندین باید فراهم کنید. شیده چرا گریه میکنی؟ نازی جون چشمای پدرم داره برای همیشه کور میشه. چرا پیش دکتر نمیبریش؟ 10,000 تومان خرج جراحیشه از کجا بیارم؟ قصهشو نخور، من از پدرم برات میگیرم. متشکرم نازی جون متشکرم. مطمئن باش بهت بر میگردونم. متشکرم خداحافظ. پدر پول درست شد. نازی دوستم بهم میده. بلند شو بریم دکتر. چشم میریم چشم. نازی دوست خوبیه دختر. قدرشو بدون. ما با تمامی اسوانیگیریمون نمیدونم چرا ناشی شدیم و یهو از دهنمون پرید و گفتیم محمود آقا کنار دریا خوش گذشت که محمود آقا هم عینی پلنج تیر خورده مثل این که همه چیزو فهمیده باشه دا عذری ما رو خواست و فوراً ما رو با تیپای انداخت بیرون. مخصوصا ما رو بیرونمون کرده است که سرخر نداشته باشه و هر کاری دلش میخواد بکنه. محمود به ساز خالش میرقصه. شاید هم به دستور اون تو رو بیرون کرده باشه. مهم نیست رجب. چیزی که اینجا هست اتاق امام تنهاییم. یه اتاق مال تو و زن و بچه‌ت، یکی هم مال مادر زن. خدا سیدون استرمون کم نکنه. اگه مادر زنم شبا یه اتاق دیگه بخوابه دا خیالی منو گلیه کلی ها راحت میشه. اقلا میتونیم یه نفسی راحت بکشیم. درسته؟ آره. راستی رجب مادر زنت کجاست؟ عرض کنم فرستادمش دنبال یه مأموریتی خیلی مهم و فوری. لابد مأموریت جنگی؟ نه خانم جون اون جنگشو فقط بلد است با من بیچاره بکنید. فرستادمش جاسوسی به ناس 2-3 چشم کار به نفع شما انجام بدید. محمود آقا خدا رحمت کنید مرحوم حبیب الله خان پدرتونو. هرچی خاک اونس عمر شما باشد. شما انقذی بودی من هر روز می اومدم خونه شما اون لباساتونو می شستم. آخ که چقدر شما رو پشت گردنم اینجا رو میگم سوارتون کردم. شما بعضی وقتا ببخشین دا خلاف ادب است گلاب برودون از اون کارا کردیم. والا من به چگیم یادم نمیاد که پشت گردن شما از اون غلطه کرده باشه. چرا؟ این حرفا مال 35 سال پیش از این است. نمیدونی مادر، نمیدونی با چه زحمتی آدرس شما رو پیدا کردم و پرسون اومدم تا اینجا. حالا چی میخوایی؟ والا مادر جون راستش میخوام این آخر عمریه با کمک شما برم زیارت امام رضا. چشم هم امرو بلیت رفت و برگشت مشهد براتون میخرم که بری برگردی. خیر مادر من با پول خودم بایستی برم مشهد. درسته حالا پول ندارم اما اگه اجازه بدین 2-3 ماه بیام خونه شما کار بکنم و با حقوق خودم برم امام رضا. اینطور ثوابش بیشتر است مادر. پس اتفاقا خیلی خانم به موقع اومدی. کسی خونمون نیست خودم تنهام. یه ساعت دیگه هم چند تا مهمون برام میاد. بیا بریم خونه. خدا بکشدم الهی محمود آقا. چی تو شما با این سن و سال هنوز تنهایی؟ زن داشتم
سر یه چیزایی با هم دعوامون شد ازیم طلاق استد. انشالله همین چند روزه میخوام از تنهایی خودم خلاص بکنم. راه بیا بریم خونه. باشد. امیر آقا. بله. من میرم خونه 2 ساعت دیگه برمیگردم. خداحافظ شما. یه ماشین براتون دیدم عین عروس میمونه 6 سیلندر. بیا پایین خیجه سلطان. بیا. اینجا مثل خونه خودت تا هر وقت دلت خواست اینجا میتونی بمونی. سلامت 400 تومن حقوقی هم که به اون رجب نمک نشناس میدادم میدم به تو. قربون شما خدا ذلیلشون کنه چه آدمای نمک نشناسی پیدا میشن. برو تو خیجه. بفرمایید. برو تو بفرمایید. برو تو. خیلی ممنون. بیا تو خیجه خانم. بیا تو. گفتم اینجا مثل خونه خودت فهمیدی؟ طبقه بالاشم اون بالاست. تا مهمونا نیومدن تو یه خورده اینجا رو گردگیری بکن. من برم میوه و شیرینی بخرم برگردم بیام خونه. رو چشم. مهمونا کیان؟ عروس و پدرش و اینا میان اینجا که زندگی خونه منو ببینن. خب به سلامتی انشالله. خب من رفتم برگردم. خوش اومدی. مشرف فرمودی. دو. بله خدجو خانوم. بله گوشی خدمتتون. رجب مادر زنته. رجب ننه مثل بودو. ننه ده؟ بارکالله به ننه. الو سلام مادر زن عزیزم، حالت چطوره؟ رجبی خودتی؟ منم خودمم. تو شده؟ کارا درست شد. منم الان منزلی محمود آقام. اولین خبر مأموریت منو یادداشت کن. بگوشم. خب باریکلا. دستت درد نکنه مادر زن عزیزم. منتظر خبری بعدیدم هستم ها. یه ساعت دیگه عروس خانوم با ننش میان خونه و زندگی محمود آقا رو ببینن. الو بله. نازی برای آخرین بار بهت میگم اگه علت نفرت ناگهانی خودتو به من نگی تصمیم خودمو میگیرم. هر تصمیمی میخوای بگیری بگیر. منم تصمیم خودمو گرفتم. به زودی هم کارت دعوت عروسیمو برات میفرستم. اما من کارت مجلس ترحیم شوهر تازه‌تو برات میفرستم. تو خیال میکنی میتونی با اون محمود آقای گاراژدار عروسی کنی؟ من داغ این عروسی رو به جیگر تو و اون شوهر تازه‌ت میذارم. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. بهتره عوض مزاحمت من بری تو اون بارای شبونه و با زنای اونجا خوش باشی. منم با محمود آقا ازدواج میکنم. خب وظیفه من چیه؟ شما صبح ماشینو میدین گل بزنن. گل فروش خوب سراغ داری محمود آقا؟ بله گل فروشی فرح با آشناست. خیلی خوب. یکی بعد از ظهر خودت میای نازی رو میبریش آرایشگاه که برای 4 بعد از ظهر حاضر بشه. به عقیده من آرایشگاه راشل از همه جا بهتره، چون من تمام زنامو میبردم اونجا آرایش میکردم. بهتره کی مرد باشه ببرش آرایشگاه راشل. نازی خانم می‌خواست خونه و زندگی منو ببینید. بفهم بریم. بفهم تماشا کن. بله اگه ممکنه. اول اون طبقه بالا. بفرمایید. بفرمایید عیش باید بفرمایید. بفرمایید. نمره تلفن کجا گذاشتم؟ تو لیفس. چند از اولش. بله بفرمایید. گوشی رجب مادر زنته. الو بگوشم. بفرمایید. رجبی خودتی؟ آره خودمم. رجبی هم نیستم و مشرجبم. منم خودمم. گزارش دویومو بنویس. پس فردا یکی بعد ظهر عروسو میبرن آرایشگاه راشل. آرایشگاه چی شل؟ راشل. برن آرایشگاه راشل؟ آره خیلی خوب فهمیدم آرایشگاه راشل. خب ما گل فروشیش کجاست؟ گل فروشی فرح؟ الهی قربونی تو مادر زن برم. الهی تصدقت بشم خارس جونم عزیزم. عروسا برن آرایشگاه راشل که سرشو درست کنن، ماشینم برن گل فروشی فرح. خیلی خوب. هر دوشو میدونم کجاست. بلند شو برو سراغ فرهاد. بلند شو. من رفتم دنبال فرمون.
آقا سلام قربان. یه سبد گل میخوام، ماشین میخوام برای 3 بعد از ظهر حاضرش بکنی گلش بزنی. برای ساعت 4 ماشین آماده است، بفرمایید ببرید. دیره است، من ساعت 3 باید برم عروس از آرایشگاه برم سر مجلس. باشه ساعت 3 حاضر. خیلی ممنون قربون. خیالتون راحت باشه. آقای فرهاد خان، من مخصوصا آدرستون ازتون گرفتم برای همچین روزی که بتونم خدمت بکنم. از اینکه شما میخواین کمکم کنین نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر با زبونی فارسی. تشکر لازم نیست. شما میخواین نظر نامزدتون زن محمود بشه، منم میخوام نظرم محمود شوهر نامزد شما بشه. منم میخوام عروسی امشب از بیخ و بن بریزمش به هم دیگه. خانم ببخشید حواسم پرته. ساعت چنده؟ 3 و 5 دقیقه. 3 و 5 دقیقه وای دیرم شد. من رفتم برای گل فروشی. منم با شما میام. نه شما بشینین اینجا منتظر خبری من باشین. پروین خانم بهتون میگن چی کار کنین. من رفتم و برگردم. باشه منتظر میشم. سلام آقا. سلام. محمود آقا گفتن ماشینه که تموم است ببرمش. ماشین خیلی وقت حاضره، اما شما کی هستی؟ منو نمیشناسی؟ نه. خب حقم دارین. بفرمایید تلفن خودی محمود آقاست. بهشون تلفن اونجا بفهمون من کم اونجا. برین اونجا. آقا خیره ببینم. شما این تلفن رو زحمت بکشین بزنین. محمود آقا خودتون هستین؟ یه نفر اومده ماشینه ببره، بدم بیاره؟ مهم نیست، خودم فرستادمش. براتون پولم فرستادم. دیدین دروغ عرض نکردم؟ باشه میتونین ماشینه ببرید. چقدر بدم خدمتتون؟ 250 تومان. بفرمایید. اینم 250 تومان. خیلی ممنون. خداحافظ شما. خداحافظ. سعی شما کم نشه. آقا به سلامت. خوش اومدین. شما حاضرین خانم. متشکرم. سلام خانم. عروس خانم حاضرن؟ بله گمون کنم اونجا. رجب من حاضرم. سلام. پس محمود آقا کجاست؟ محمود آقا رفتن آقا رو از محضر بیارن. قرار شد من شما رو با ماشین ببرم. ماشینم حاضر است. نمیدونید چه ماشینی شده است. اون پایین حاضره. بیا نگاه کنیم. این چه ماشینی قشنگی شده. نگاه کن. دیدین خانم؟ آره. خیلی قشنگ شده. ببخشید حساب عروس خانم چقدر میشه؟ 450 تومن بدین اونجا. خیلی زیاد شده. رجب بله. تو رو که محمود آقا میگفت عذر تو خواسته؟ میگه محمود آقا بدون وجودی من میتونه زندگی کنه. امروز صبح فرستاده دنبالی من با التماس، یه چشمش اشک، یه چشمش خون، با گریه و زاری آوردم سر کار. بفرمایید شما برید. خداحافظ خانم. به سلامت. بفرمایید. خانم خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. سلام عروس خانم. مبارک باشی. ایوا پروین خانم شمایی؟ بله عروس خانم منم. میخوام تو عروسی شما شرکت کنم. راستشو بگین چه منظوری دارین؟ منو دارین کجا میبرین؟ والا میخوایم شما رو ببریم خونه دوماد. پس چرا داماد خودش نیومده منو ببره؟ دوماد پشت رول نشسته. عینکو بردار عروس خانم شما رو ببین. سلام علیکم. بنده در خدمتم. حق بازای بدجنس. میفهمین چی کار داری میکنی؟ حق باز تویی که میخوای زن شوهر من بشی و شوهرمو ازم بگیری. شوهر تو رو؟ تو که دیگه زن محمود آقا نیستی؟ کور خوندی. اگه من زنش نیستم نمیذارم تو هم بی خودی زنش بشی. تو باید زن من بشی، پروین خانمم زن محمود آقا. نه من زن تو میشم، نه محمود آقا شوهر تو. نه بابا. الان جیغ میزنم آبروتونو میبرم. فکر میکنی منم کجا میبری؟ سلام خانم. سلام علیکم. اگه عروس خانم حاضره من برم ماشینو از گل فروشی بردارم بیام عروس رو ببرمش. عروس خانمو که نیم ساعت پیش بردن. چی بردست؟ یه آقای اومد با عروس خانم آشنا بود، سوار ماشین شدن رفتن. چه ماشینی؟ ماشین پر از گل. با ماشین پر گل زن منو بردن؟ بنا بود من خودم بیام عروس خانم ببرمش. این کی بوده با ماشین اومده گل؟ اجازه من این تلفن بزنم؟ بفرمایید. خیلی مسخره است. بله آقا نیم ساعت پیش یه آقایی اومد 250 تومن داد ماشین برد. خودتون تلفن زده بودین. آخه ماشین رو به کی دادید برد؟ شما عروس رو به کی دادید برد؟ آقا جان چقدر دیگر باید صبر کنم؟ پس عروس و داماد کجا هستن؟ چه میدونم جانم؟ محمود آقا اومد. پس عروس کو؟ من از شما میخوام بپرسم عروس کو؟ یه ساعت پیش یکی رفته هم ماشین از گل فروشی گرفته برده هم عروس از آرایشگاه. یعنی چی؟ یعنی اون کی بوده؟ چه میدونم؟ من میخوام از شما بپرسم اون کی بوده؟ هنوز عروسی نکرده عروس خانمو تو هوا زدن بردن. ای وای حالا چی میشه؟ آقا جان
پس تکلیف بنده چه می شود؟ تکلیف خود بنده چه می شود؟ تکلیف شما اینه که تلفن رو ورداری به محمود آقا بگی من زن تو نمیشم. زنی رجب میشم. غلط بکن. ببخشید زن اون آقا میشم. بله مادر جون بگو من زنی محمود آقا نمیشم. میگی این جوون چشست، کاش من جای تو بودم. ببین چه پسر نازنینیه. به کوری چشم همتون من باید زن محمود آقا بشم. فهمیدین زنش میشم. میام تمام لباسای عروسیتو تیکه تیکه میکنم. غلط شو. خودت خفه شو. بیری. اومدش. برو در باز کن. باشه. بگیرش داره فرار میکنه. کجا در میری؟ با هزار زحمت دزدیده اینت فرار میکنی؟ بیا جلو عروس خانم. نگرش دار نزد. پروین خانم اجازه میدن برم تناب بیارم دست و پا عروس خانم رو ببندم فرار نکنه. برم کن. چی هست؟ احمق بیشون. مثل چای دهته بال میدنه. دختره چه لیموناتش پرتازه. سلام. از اینکه یه کمی دیر اومدم باید ببخشین، خیلی معذرت. شیده تو اینجا چی کار میکنی؟ فرهاد به من تلفن زد بیام اینجا. شیده جان کمکم کن، نجاتم بده. منم اومدم نجاتت بدم. همونطور که تو کمکم کردی منم میخوام کمکت کنم. اومدم حقیقتو بهت بگم. نازی من به تو بد کردم. فرهاد بیچاره هیچ گناهی نداره. من بودم که عقل خودمو گم کرده بودم. تا حالا همه چیز گم شده بود جز عروس. محمود آقا اینقدر ناراحت نشو، بالاخره پیداش میشه. کی پیداش میشه؟ دم صبح؟ ولی مهم نیست. دختر من عادت داشت بعضی شبا دم صبح میومد خونه. اما نه امشب. از امشب دیگه دختر اختیارش با منه. پاش از خونه بذار بیرون قلمم پاشو خورد میکنم. بالاخره میاد. شما اینقدر ناراحت نباش. برو تو پدر. دست دیگه واسه چه اینقدر میزنی؟ خفه شدی. حالا که حقیقت رو فهمیدی هر جور دلت خواست میتونی تصمیم بگیری. نمیدونم چه خاکی تو سرم بیرسم. هنوز چی نشده زنی منو بود. کی؟ الو نازی جو تویی؟ تو کجایی؟ تو که من نصف العمر کردی. نوازم مشغول باشه برقصه عروس پیدا شد. تو کجایی؟ محمود من اشتباهی اومدم خونه تو. بیا منو با خودت ببر. عروس خانم اشتباهی رفت خونه ای من. خیلی خوب همونجا جم نخور. من الان میارمت. تا 5 دقیقه میرسم. مشغول باشین بزنین برقصین بخوری هر غلطی بخوام بکنی من الان برم عروس میارمش. من رفتم دختر ما عجله داشته خودش رفته خونه دومان. ماشین عروسی خدا رو شکر. خدیجه سلطان. بله. عروس خانم کجاست؟ اون بالا. بله. موضع پایین باش. تو اینجا چیکار میکنی؟ اینجا خونه منه. راست میگه. خونه پروین خانومه، تو هم مال اون. اینم مال منه. آخه چی شده؟ چرا؟ برای اینکه دست گلو من به آب داده بودم آقا. اینم خوری دست گل است، اینم کوزه گل است که گل توش عمل اومده است. چاکرم باغبونشم که این گلو کاشتم. میدونی در زنی ما وقتی ما رفته بودیم اصفهان این بچره میارد میذاره در خونه شما. پروین خانم خیال میکنه بچه مالی شماست و این مکافاتو درست کرده. حالا فهمیدی ما از این ارزا نداشتیم؟ و این دست گلم نوه عزیز من است. بدش به من قربونش برم شالله. تو بیا چی میگویی؟ آخه اینم مادر زنی من است. بیشتری کلک‌ها خبرگزاری‌ها اطلاعات زیری سری همین ضعیفه بی معنی بود اتیونی شما. بله
والا جونی شما. ای خدای من، برزات همه تون لعنت، مخصوصا تو. قرونه برن گلی جونه. خدا بیا بغل آمون.